ассалому алайкум шунавандагони арҷманд. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз мекунем. ҳоло гуфтори якумро аз рӯи достони нависанда шераки Ориён ишқи осону мушкил дар қироати ҳунарманди халқии Тоҷикистон Қурбони Собир бишнавед. شعرکی آریان. عشق آسان و مشکل. عشقنامه ستار بهمن. که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. حافظ. دخترک در حسن و جمال فرق نداشت از دیگران تا من این را اساس نموده و را زیر چشم کرده باشم و شبیه بود به بانوان اطراف، بلکه این در ایامی بود که ما همه در محیط یک خیله عمر به سر می بردیم. از این باعث تا حد به یکدیگر شبیه بودیم، زیرا اوج جمعیتی کلکتیوی بود که سوسیالیسم نام داشت. خوبترش از اول آغاز بکنیم تا فهما بشود برای خواننده، یعنی اداره صدا، رادیو که من آنجا ایفای وظیفه می کردم برای همین جمعیت و برای آدمان آن خدمت می رساند. صدا نوشته های ما را به شکل گفتار و برنامه به موج هوا می فرستاد و از دنبال نوشته دیگر تقاضا می کرد. خلاص نهنگی را می ماند که از فرو بردن ماهیچه ها سر نمی شد. این ماهیچه ها البته نوشته و برنامه های ما بودند. این نگاشته ها مقدم از آن که از زبان ما ژورنالیستان یا با لحن راویان به موج هوا فرستاده بشود، یعنی مقدم از آن که در رادیوی مردمی صدا بدهد، نخست باید انشا می گردید. بعد با ماشینکه چاپ گشته در شکل برنامه می درآمد. چاپ ماشینی دستخط ما از جانب بانوان صورت می گرفت که در اتاق علاهیده و وسیع می نشسته، یعنی پس چاپ ماشینی زیاد. اینجا مشبیورا نام برده می شد. از تقاطق ماشینکه های چاپی مالامال بود و اینجا وارد بشوید تصور به سرتان میزد که از در و دیوارش نیز تقاطق برخورش حروف ماشینکه برمیخیزد. به ناآرامی مشبیورا تشویش اضطراب‌آلود زم میگردید چون من وارد بشوم آنجا. اضطراب بانوان از آن بود که دستنویسی آوردم را بار میسازم به سر یکی. چه خیل چاپ بکنیم که خواندن نتوانیم این را، اظهار می داشته آنها. بعضی تأکید می کردم یک بار دیگر مکتب رفته نوشتن را سازکک یاد بگیری، آنگاه آورده‌ات را به نی و نیستان قبول بکنیم. در حقیقت حسن خط بد داشتم، حرف هام کج و کلیب، نازیبا و ناخوانا بوده. اصلا مقدم از انشا به اندیشه عمیق و طولانی رفته، موضوع را در سرم به شکل و نمود کشیده پزانده پسان در یک نشست روی اوراق می ریختم. با شتاب و سراسیمه می ریختم که شکل و معنا از سرم خیره و پریشان نگشته ثبت بشود. این اشتراب حرف ها را کجا کلیپ می آورده روی اوراق، پسان نوشته را به تحریر می کشیدم، اختصار و اضافه می ساختم، جای در حاشیه و پشت ورق علاوه نموده. آن را تازه نویس نکرده آسیم سر می آوردم مشبیورا، زیرا برای تازه نویس فرجه و امکان نداشتم. از پی نوشتی دیگر شدن لازم می آمد. رادیو ثبت های تازه به تازه تقاضا می نمود. قصه کوتاه فرصت کم بود، بلکه فرجه نمی رسید. خلاص بانوان مشبیورا سیاه نویس های مرا اکثر چاپ نکرده به دستم بر می گردانیده. گاه با تولا و زاری، گاه با وعده و هدیه، گاه با فشار مدیر شعبه و سرور اداره که آنها را به میان می انداختم،
سیاه نویس را دست یگان بانوی چاپگر می ماندم که سفید نویس بشود. این آخرین چاپ کرده ای من برای تو. اظهار می داشت چاپگری نازک ادا عرقی بالای لبانی مهینش را تازه نموده. آخرین مراتبه. از شکوه بانو را گوش انداختن شتابیدن ضرور بود، زیرا مواد چاپ نویس را فرستادن لازم می آمد به موج هوا، یعنی قرائت می کردن باید. صدا، رادیو بعد آسان فرو بردن طعمه نوبتی همانا طعمه دیگر تقاضا می کرد. از این باعث برنامه آینده را شتاب زده در اندیشه برودوز نموده، سراسیمه روی ورق ریخته تحریر و اختصار و اضافه و علاوه می کردم تا پخته و سفته شده باشد. فقط دستنویس سیاه کرده ای من دست به دست بانوان چاپگر گشته، تازه نویس نشده به دست خودم می رسید. بانوی چاپگر اظهار می داشت: من عینکم را نآوردم، از این باعث چشمم نگذرد به چنین نوشته. دیگری می گفت: من این نوشته پرپیچ را بالکل صرفم نروم. سومی سرکار بودنش را بهانه می آورد. چهارمی روی راست از چاپ کردن دستنویس ها سر می پیچید. حالان که هر نوشتی چاپ نشده و بعداً از نظری راهبریت نگذشته صدا دادنش به موج هوا رفتنش ممنوع بود آن سال و زمان. یعنی بخشی که من وابسته شده بی گفتار میمان. این معنا داشت که از عهده کار نبرایم، وظیفه خود را به کسی تیزکار و چاره‌گر دیگر باید واگذارم و بیروم از این درگاه. فقط باز از کجا کار یافتن ممکن می شد که اختصاصم ژورنالیست رادیو بوده و کسب و پیشه دیگر را عهده کرده می توانستم یا نه الحال نمی دانستم. در رادیو باشد مضمون و محتوای برنامه های مرا مدام صفت می کردن. ولی مضمون یک طرف مسئله باشد، طرف دیگر وابستگی داشت به سری وقت آماده نمودنی متن گفتار تا ساعت و دقیقه های صدا خالی نماند، از برنامه پوری پر باشد. وابسته برنامه ها شتاب من بیش و خطم چگیلتر می گردید. این معنا داشت وضعیتم پیچیده تر می شود، خاصتاً وابسته به چاپ نویس کرده گرفتنی نگاشته ها. استرابم زیاد می شد که بانوان چاپگر قبول کردن نمی خواسته دستنویس های بنده را، بلکه تا دمی از دست بانوان مشبیورا چاپ نویس کرده گرفتنی آنها به قول مردم خونی بینی می شدم یا شیری داده مادرم بازگشت به دهنم می آمد. انا نوشتی نوبتی من از دست یک چاپگر گذشت به دست چاپگر دیگر و نهایت قرار گرفت نزد چاپگر نوامد، زیرا در مشبیورا که زنبورخانه پرغوغا را میماند کارمندان زود زود عوض می شده. سبب نه هر کس تاب و طاقتی برداشتی غوغا و زحمت این مکان را داشت. به جای نفری رفته شتاب زده کسی دیگر به کار قبول کرده می شد تا وی هم به زودی همین زنبورخانه را ترک بگوید یا نرود هم نغمه های نو برآوردنش یقین بود. یعنی بعضی نوشته را چاپ می کرده و نخواهد نمی کرد. راهبریت نیز به وی سختگیری زیاد ظاهر نمی ساخت که رنجور گشته قهر نموده رفتنش یقین بود. آن زمان در اداره صدا کارمندان ایجادی همیشه بس و بر زیادتی به چشم رسیده چاپگر مدام نمی رسید. از این باعث اعتبار چاپگر زیاد بود نسبت ایجادگر. قصه کوتاه دستنویس من از دست بانوان چاپگر گذشته نزد چاپگر نوامد قرار گرفت. گمان می کردم چاپگر نوامد اظهار می دارد: تجربه من کافی نیست برای چاپ کردن چنین نوشته دشوارخوان. ولی سیاه نویسی مرا نزدش گذاشت و به چاپ آن شروع نمود. این مرا به حیرت بیاورد، بلکه سراسیمه از مشبیورا بیرون رفتم
که پرپیچ و پرگیره و دشوارخوان و نافهما بودن این نوشته های مرا دیده روی راست از چاپش دست نکشد این بانوی نوامد. از پی کارهای دیگر صدا دوتاز داشتم و برابر این از دل می گذرانیدم آیا تا وقتی در کاری بانوی نوامد دست نویس های مرا به چاپ نویس بدل داده می تواند یا یقین ترش نتواند این را. بعد گذشت وقت چون مشبیورا وارد شدم دختر چاپگر دسته سیاه نویس مرا از گوشه میزی کاریش برگرفت و جانبم دراز نمود. ته دلم را غم پیچاند که اکنون چی می کرده باشم، با این و چطور و با مددی کدام بانو چاپ کرده می گرفته باشم، یا مگر اون عضو رادیو یعنی شعبه‌ای که سیر کردنش به عهده من این دفعه بی‌غذا نمی ماند. ناامید و حیرت زده و سرگرنگ بودم و ناگاه پس هر صفحه سیاه نویس دریافتم ورقی دیگر که تازه نویس بوده یعنی چاپ شده. ناباور از نظر گذرانیدم و با سروری بی‌حد خود را گرفتم بیرون. حتی به چاپگری نوامد اظهار سپاسگزاری نکرده بودم. اوراق چاپ شده در کف می رفتم جانبی سروران و جانبی میکروفون و استودیوی خالی مانده که اجازه بگیرم و قرائت کرده توانم یعنی به موج هوا فرستانم برنامه نوین را. فقط بعد فرجام کار اندیشه بکردم چاپگری نوامد نوشته پرپیچ و ناخوانای مرا چطور صرفم رفته، چطور عیناً و بی خطا چاپ کرده توانسته. مگر تجربه سابقه کاری دارد؟ یعنی تا آمدنش به اداره صدا جای دیگر به چاپگری مشغول بوده است. دفعه دیگر سیاه نویس خود را آوردم و راضی بودن یا نبودن این بانو را نپرسیده نزدش گذاشتم و همانا رفتم بیرون. چون چند ساعت گذشت برگشتم و نوشته خود را دریافتم چاپ شده. حیرت زده آن را گرفته تشکر را از نو فراموش نموده بیرون شدم. من بعد دستنویس خود را می بردم و می ماندم نزد همین چاپگر و می برآمدم. چون معاش ماهانه گرفتم یک قسمتش را بخشیدنی شدم به این بانو، زیرا برایم مهربانی زیاد ظاهر نموده بود. یعنی دستنویس های مرا پس نگردانده چاپ نویس کرده. اما گرفتنی مبلغ را رد نمود همین بانو. من وظیفه خودم را به اجرا رسانده بودم، دیگر هیچ. وابسته پول باشد بیفزود، با خودتان در کار می شود. حیرت زده و ناباور می استادم. مگر بانو من بعد دستنویس های مرا چاپ نویس کردنی نیست که چون این ظاهر نموده؟ ولی چون دستنویس های نوبتی آماده شدند دیگر علاج نیافتم و بردم و گذاشتم پیشی همین بانو. عجیبش که رد نکرد، عجیبترش که چاپ نویس کرده به من سپارید. خلاص من بعد نوشته های پرپیچ و دشوارخوان خودم را می آوردم و می گذاشتم نزد این بانو. وابسته همین تشویش و تهلوکه من کم گردیده روزهای استراحت امکان پیدا کردم به یگان تشویش و اضطراب من بعده به حضور فراغت کنم. فراغت بکنم در اجاره خانه کناره خلوت روی کتی ارزان بهای سفرکی، یعنی بالای رسکلادوشکا که همراهی دائمی اجارشین باشد. راه یافتنی آسایش را احساس می ساختم به تمام وجودم. چون این فراغت و محیط نیم تاریک و به خلل اجاره خانه باعث می گردید به مغز دم گرفته و رها یافته بنده خیالهای عجیب و دلنشین پیدا بشوند. آنها میان تومنهای تنوکی تصوراتی شکل و نمودی عیانتر و روشن می گرفته. ولی چون این خیال به اداره صدا و کار آنجا منسوبیت نداشت، بلکه خیالهای دیگر بود. اندرون سینه مرا
ویجراس زنانده می گذشت. قفس سینه من برای غنجانیدن آنها بعضاً تنگی می کرد، یعنی آن را باید جای و با وسیله خالی می ساختم. همین بود که یک روز استراحت یکی از چنین اندیشه ها ریخته شد بالای ورق. از باعث نوشته نوبتی را اداره صدا نبردم که به کار آنجا دخل نداشت و ماندم در اجاره خانه. فقط با آمد روزهای دیگری استراحت شماری چنین نوشته افزون می گردید. بار مقدم از روز نوی استراحت از کارگاه بیرون شده جانب اجاره خانه خودم قدم بر می زدم که در پیاده‌گرد بدیدم چاپگری آشنا غرق اندیشه خودش قدم بر می زد. عموماً به خیال فرو رفتن خاص وی بود. چند لحظه بعد برابرش قدم می نهادم. شاید برای شکستی سکونتی میان هر دو نهایت سؤال به میان انداخته بودم، یعنی مگر نمی تواند نوشته های دیگری مرا که به کار صدا منسوبیت ندارد تازه نویس سازد، یعنی چاپ بکند. بانو نگاهی چشمان اندیشه پروری خسته را به من آورد و کتف به هم برکشید که معنایش چی بود ندانستم، ولی جرأت کرده یک نمونه از ایجاد روزهای استراحتی خود را آوردم برای وی. دخترک با تأمل قبولش بکرد. چون هفته بگذشت از پی تشویش‌های کاروبار به مشبیورا وارد گردیدم و از درون خلطچه سلفنی تازه نویس‌ها را برآورد و پیشم گذاشت. معلوم بود در خاندانشان چاپ کرده آورده، مضمون چاپ ماشین داشته. خلاص 2 روز فراغت و استراحت را بخشیده وی به کار وابسته من. برای چنین زحمت و فداکاریش مبلغ دادنی شدم برای بانو که حق حلالش بود. آخر این کار خاصه رادیو نباشد که پولش پرداخته شود از جانب خود اداره. به دخترها در این سن و سال البته پول لازم. اظهار داشته بود وی این مراتب: پول لازم برای زیب و زینت، برای لباس، برای مشک و عنبر و مانند این. لحظه خاموش ماند و بیفزود: چنینش برای دیگران لازم، اما برای من نه. خسته حال تبسم کرد. ناگه درک نمودم لبانش سرخی مالیده نشده، رخسارش غاز شب نیست، ابرو و میجگانش سرمه زدگی نباشد، حالان که بانوان دیگری چاپگر آرایش اندام خود را خوش داشته و همچو تنازه به نظر رسیدن می‌خواسته. ولی این دختر مبلغی که پیشکش می ساختم و آن را برای زیب و زینت اندامش صرف نموده می توانست قبول نمی داشت و حتی افزوده بود: برای من همینش کفایه که خواننده نخستی حکایات شما شدم. وجودی من ویجراس زده بود. آخر باری نخست می شنیدم بهای کسی دیگر را وابسته ایجاد خود. پس نگاشته من در حقیقت حکایتی باشد و مقبول می فتد به آدمان که به این آهنگ گفتار داشته. دخترک بالیده روح بودم و 2 روز استراحت نوشته دیگر به میان بیاوردم. از نوشته های پیشینه نیز که از تحریر گذرانیدم همچنین آوردم برای بانو، یعنی به خاطر چاپ کردن و برابر این از تأثیرات برداشته این جنس لطیف آگاه گردیدن از تأثیری نوشته های خودم. بعد کار قدم بر می زدیم پهلوی هم دیگر. قدم می زدم و ناگاه احساس کردم دخترک طولانی دم نگرفته که از نگاه و اندامش از تبسم خسته حالش بر می آید. آخر کار مشبیورا دشوارترین قطعه کار اداره صدا باشد. بالای این شبها و روزهای استراحت دخترک
بجای فراغت نگاشته های مرا که به کار اداره منصوب نیست، یعنی محصول ایجاد من شمریده می شود، چاپ کرده. حالان که من می توانم به فراغت و یا صحبت دعوت نمایم ورا، حتی دعوت بکنم به اجاره خانه خود که در کنار خلوت شهرستان باشد و آنجا نگاه غیر خلل وارد نسازد برای آرام گرفتن و آسایش دریافتن. لیک این تکلیف را برای پیشنهاد کردن چند روز دیگری استراحت گذشته بود. چند حکایتی مرا چاپ نویس کرده آورده بود. چون تکلیفی مرا بشنید، نگاه چشمان سیاهی بدیقتش را بیاورد جانبم. تعجب داشت که شوخی کردم و یا دغلی ظاهر نموده یا مقصد و منفیتی غرضناک دارم. یعنی این را تحلیل و بررسی می کرد خاموشانه در مغز خود. ما قدم برمی زدیم همانا. باز از میان هفته کاری گذشته بود تا من تکلیف را تکرار کردم. وی بعدی مدت‌های طولانی نگاهش را آورد جانبم، بعداً پیچ راست بزد. خیر، شما اگر شما خواهید. نمیخواستم دعوت میکردم، برآمده بود از زبانم. خسته حال تبسم کرد، بلکه به اندیشه خودش غرق گردید. شاید درباره چیزی دیگر فکر میکرد و منی پهلویش را فراموش نموده تکلیفی مرا هم شاید فراموش ساخته، یعنی نآید اجاره خانه نظر ناگیری کمینه. ولی مهمانی من بود. در نهایت در اجاره خانه انگشتانی خسته ورا که سیاه نویسی مرا سفید نویس و کج نویس های مرا راست نویس می کرد بار اول سیله نمودم. حالان که پیش به بانوان چاپگر دلخنوکی زیاد داشتم. انگشتانی ورا سیله می کردم و احساس نیهان می گذشت از وجود دخترک. احساسی شرم آلود پاکیزه. سرخ و سفید می گردید وی. مراتب دیگر چون اینجا بود، انگشتانی خسته ورا بوسیدم. بعد بوسه زدم چشمانی ورا که چگیلهای گم شده نوشته های مرا می یافت و درک می کرد. آخر از باعثی انگشتانی چالاک و چشمانی گیرای وی محتاج چاپگری دیگر نبودم. علت و مینت اونها را نمی شنیدم. بوسباران می کردم دختری عجیبی عجیب را. باری که دخترک را به اجاره خانه خودم دعوت کردم، حتی روی کت سفری زیر تن فشردمش. حس می شد باری نخست زیر تنی مرد باشد. از هیجان و احساس می لرزد، ولی به من مقابلیت نمی کرد. دلش نامرتب می تپید، بیحالیش افزون می گردید. لرزشی نامرتبی لبانی خسته‌اش که می بوسیدم درک می شد. از روی احساس وی باز دریافتم کدام حکایه نوبتیم که می برد و چاپ کرده می آورد بیشتر مقبولش گردیده. محض همان را پیشکش می کردم برای نشر به مجله و روزنامه. یقین می ساختم دختر حسی نازکی درک چیزهای بدیهی دارد. روی کتی سفری عاریت خانه سخت‌تر به آغوش می کشیدم وی را. روی کتی که اصلاً برای یک نفر بود، ولی ما دو کس می خونجیدیم آنجا، بلکه یگان ذره تنگی را احساس نمی کردیم. اکنون دایر این دختر معلومات بیشتر داشتم. یعنی پدری وی چند سال مقدم از کارخانه ماشین که کهنه ساختی از کار برآمده را که می‌خواستند پرتایند گرفته با وسیله استای ترمیم ساخته خانه‌اش آورده به دخترش بخشیده
تا وقتهای از درسش خالی، یعنی بعد مکتب، مشغولیت و اندرمانی داشته باشد. زیرا در شهر برای والدین مشکلی همیشه پیشارو باشد که وقتی خالگی فرزند را چطور پر بسازند. چاپگری را یاد می گرفتم و نمی دانستم زمانی ماشینیست که می شوم به اداره رادیو. زیرا بعد ختم مکتب به دانشگاه امتحان سپاریدم و شمار خالهایم کمی کرد. از این باعث مرا نپذیرفت کمیسیون قبول. برای همین کار کردنم لازم بیامد. وی خاموش مانده بود و سپس بیافزود: همچنین نمیدانستم حکایه های اولین نویسنده نو برآمد را چاپ می کنم. حکایه های مرا در نظر داشت. باز خندیده بود، خسته حال ولی با ذوق. شما گفتاری یکم را از روی داستانی نویسنده شیرکی آریان عشق آسان و مشکل در قرائت هنرمند خلقی تاجیکستان قربانی صابر شنیدید. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.